خیر آقای هاند. مأموریت شما در صورتی که را قبول کنید پیدا کردن یک شی سرقت شده به نام کایمر است. شما میتونید 2 نفر از اعضای گروهتون انتخاب کنید، ولی نفر سوم حتما باید نایا حال باشه. این یک فرد غیر نظامی و در واقع یک سارق کاملا حرفه‌ایه. ظرف 48 ساعت آینده خانم ها رو پیدا کنید و برای اینکه بدونید جزئیات مأموریتتون چیه بیاین پیش من. طبق معمول چنانچه شما یا هر یک از اعضای گروهتون دستگیر یا کشته بشین، جناب وزیر منکر هر گونه آگاهی از عملیات شما خواهند شد. آقای هاند، ضمناً در آینده وقتی به تعطیلات میرید لطف کنید و ما را از محل خودتون آگاه کنید. این پیام ظرف 5 ثانیه خود به خود نابود خواهد شد. اگه بهتون بگم کجا میرم دیگه اسمش تعطیلات نیست.